الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. سروران گرامی، حضار معزز و ارزشمند، با توجه به کمی وقت و مطالب مهمی که بایستی عرض بشه خدمت شما، من به همین مقدار اکتفا می کنم. فرصتی اگر شد در یک فرصت مناسب دیگر انشالله درود بیشتر بر پیامبر عظیم و شان خواهیم فرستاد. ماه ربیع الاول هست و ماه ربیع الاول یادآوری آن حادثه بزرگ تاریخ بشریت که ولادت با سعادت پیامبر عظیم الشأن من و شما باشد و با تشریف فرمایی ایشان رب العالمین دنیا را پر از نور کرد. دنیایی که سراسر جهل و خرافه و کارهای ناشایست و سقوط اخلاقی که الله رب العزت و الجلال به وسیله این پیامبر مهربانش بساط همه آنها را جمع کرد و با آمدن این شخصیت ممتاز و ویژه
که الله رب العزت و الجلال او را از همه گرامی در داشتند و دارند. از میان کل انبیا او را امام الانبیا قرار دادند. سردار دو جهان است، فخر رسول، سید ولد آدم، بهترین فرزند آدم علیه السلام هست. محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در همین ماه به دنیا آمدن. میخوام یه گذشته‌ای بزنم به قبل از آمدن ایشان به دنیا و حالتی که مردم در اون زمان به آن مبتلا بودند، رفتارها و کردارهایی که از اون مردم صادر میشد مایه ننگ بشر بود و باعث این شده بود که در دنیا رذایل اخلاقی میداندار باشه و خوبی ها و زیبایی ها به حاشیه رانده بشود. به زیبایی علامه اقبال میفرماید، او رو یک وصفی کرده، چند تا از گفته های علامه اقبال را من برای شما بگم. وصف الحال اون زمان بود. میفرماید بود انسان در جهان انسان پرست. قبل از آمدن پیامبر عظیم و شأن من و شما، انسانها را عبادت میکردند، بت‌ها را عبادت میکردند، درخت و حجر و شجر و همه اینها به عنوان معبودانشان بود. بود انسان در جهان انسان پرست، ناکس و نابودمند و زیر دست. سطوت کسرا و قیصر رهزنش، بندها در دست و پا و گردنش. اون زمان قیصر و کسرا دو ابرقدرت اون زمان بودن. حکام اون زمان مردمها را به غلامی گرفته بودن، دست و پا و گردن اینها زنجیر انداخته بودن، اونها را به عنوان نوکران و غلامان و خدمتکاران خودشان در قصرها گماشته بودند. اما میفرماید کاهن و پاپا و سلطان و امیر، بهر یک نخچیر صد نخچیر گیر. سبحان الله، چه تشبیه زیبایی میده علامه اقبال. وصف الحال او زمان انسانها بود. آنقدر انسان در درجه پستی و رذالت افتاده بود، فکر میکرد بعضی از انسانها اون زمان که ما کارهای انجام میدیم کارهای خوبه، اما واقعا کارهای زشت و پلشتی بود که اونها انجام میدادن. برای یک کار جزئی، برای یک انجام یک کاری دست به چه کارهای شنی و زشتی نمیزدن. خیلی از اونها را ما و شما خبر نداریم. حالا شاخصترینش اینه که میگویند در اون زمان دخترها زنده به گور میشدن. در اون زمان عمل فاحشه و بد چنان نزد اونها ارزش بود که مثل یک دکانی و یک مغازه‌ای که فروش یک فلان کالا رو داشته باشد، حواست به من باشه، فلان کالا رو میفروشه، تابلو میزنه که مثلا فلان چیز فروشگاه فلان. میفرماید در جلوی درب خانه های زنان فاسده و فاحشه تابلو زده بود که اینجا محل فلان کاره و به راحتی آمد و شد هم میشد. هیچ کسی اصلا سوال نمی کرد تو کی هستی، کی نیستی، کجا میری، برای چی میری، نه خیر. و خیلی از کارهای بد دیگر، شرب خمر و نمیدونم هر یک از این کارها در میان عربها شده بود یک، به تعبیر اونها، یک مقام عزت و مقام بلند و شأن و شوکت برای اونها قائل میشه. حتی برای این کارهاشو شعر هم میگفتن، برای شرب خمر شعر میگفتن، برای عمل بد شعر میگفتن. یعنی اینقدر نزد اونها اینا جایگاه داشت این افعال بد و زشت. از غلامی فطرت او دور شده. اقبال میگه از بس این غلام شده بود، او فطرت سلیمی که الله در وجودش گذاشته بود او از بین رفته بود، ذلیل شده بود، خار شده بود، پس شده بود. سبحان الله. میفرماید از غلامی فطرت او دون شده، نغمه ها اندر نه او خون شده. تا امینی حق به حقداران سپرد. تا الله رب العزت و الجلال یک شخصیت امینی مثل محمد رسول الله را فرستاد. یکی از صفات رسول الله صلی الله علیه و سلم امینه.
محمد امین. اقبال همین میگه، تا امینی، سبحان الله، تا امینی حق به حقداران سپرد، بندگان را مسند خاقان سپرد. میگه وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد صحابه را تعلیم داد، همین هایی که قبل از اسلام شاید رفتارهای غلطی انجام میدادن، رب العالمین اینها را مسند شاهان رو به اینها عطا کرد. سلطنت و حکومت را رب العالمین زیر پاهای اینها قرار داد. از اوج فلاکت و بدبختی و رذل و کارهای پست، رب العالمین اونها را به اوج اخلاق رساند که الله رب العزت و الجلال از اونها اعلان رضایت میکنه. قوت او هر کهن پیکر شکست، نوع انسان را حصار تازه بست. زادن او مرگ دنیای کهن. به دنیا آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم مرگ دنیای کهن بود. او دنیای جور، ستم، بی‌عدالتی، پستی و زشتی، رب العالمین با زاده شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم همه را جارو کرد، همه را به زوالدان تاریخ فرستاد. زادن او مرگ دنیای کهن، مرگ آتشخانه و دیر و شمن. سبحان الله. در همین کشور من شما ایران، انوشیروان حکمران بود. پادشاه وقت میفرمایند که آتشی در کاخ ایرانیان روشن بود، 1000 سال بود که آتش خاموش نشده بود. 1000 سال این آتش خاموش نشده بود. چرا که ایرانی‌ها آتش پرست بودن، آتش میپرستید، میگفتن این خدای ماست، اجازه نمیدادن این آتش خاموش بشه. اگر خاموش میشد هیزم می آوردن. میگه انوشیروان خواب میبینه شبی که همین آتش مرده، خاموش شده و شترهای عرب شترهای عجمیان را خوردند و از بین بردند و از رودخانه دجله و فرات رد شدن، به سرزمین عجمها رسیدن. میگه انوشیروان وقتی این خواب را دید ترسید، حتی جرأت نکرد این خواب را برای دیگران تعریف هم بکنه، تا اینکه وقتی آتش 1000 ساله مرد، این خبر در تمام دنیا پخش شد، آتشخانه 1000 ساله ایرانیان خاموش شده. سبحان الله. اینجا بود که انوشیروان فهمید بله او خوابی که من دیدم درسته. گفتن خبری بیارید، چه شده؟ خبر دادن که در ملک عرب فرزندی به دنیا خواهد آمد که او بساط شماها را جمع خواهد کرد. این بساط اربابی و رعیتی که شما درست کردید، انسانها رو طوق ذلت به گردنشون انداخته اید، مردانشون رو بیگاری میگیرید، زنانشون رو استفاده جنسی از اونها برده جنسی شما هستن. شخصیتی را در ملک عرب ظهور خواهد کرد و این بساط شما جمع خواهد شد. و واقعا همچنین شد. الله رب العزت و الجلال با آمدن وجود مسعود پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم کی به دنیا آمدن؟ 6 ماه بعد از حادثه عام الفیل، فیلهای ابرهه که آمدن خانه کعبه را خراب بکنن. 6 ماه بعد از اون حادثه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به دنیا آمد. پدرش عبدالله، مادرش آمنه، هر دوتا از نسب عالی ترین نسبن، هم مادر هم پدر. اینطوری نیست که بالاخره پیغمبر خدا از طرف پدر بالاخره دارای جایگاه خاصی باشه، مادر نه، مادرش هم دارای قبیله و جایگاه خاصی بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی میفرماید که الله رب العزت و الجلال وقتی که آدم علیه السلام را خلق کرد، بعد از خلقت آدم رب العالمین نسل آدم را بهترین نسل قرار داد و بعد از اونها الله رب العزت و الجلال انتخاب کرد از میان طوائف و اقوام. من اینها رو نوشتم برای شما بگم که واقعا الله رب العزت و الجلال این پیامبر عظیم الشأنش را چه جایگاهی داده. میفرماید که وقتی رب العالمین حضرت آدم علیه السلام را خلق کرد و به دنیا فرستاد، نسل بشر رو از آدم ادامه داد، میفرماید که بهترین همون بود که نسل آدم بود، بعد میاد به اقوام دیگر
در یک قسمتی من یادداشت کردم. درود خط بفرمایید. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم علیه. فرماید که به هر حال غالبا اون یادداشت جا افتاده و من نیاوردمش. علی ای حال ولادت آن حضرت صلی الله علیه و سلم از پدر عبدالله، از مادر بیبی آمنه است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی به دنیا میاد بیبی میفرماید، مادرش بیبی آمنه میفرماید من مثل زنهای دیگه که وقتی باردار هستم احساس حمل نمی کردم. معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم را ببین، معجزه از قبل از این که به دنیا بیاد. مادرش میفرماید مثل زنهای دیگه که دارای مشکلات خاص خودشون هستن، وقتی حمل در شکمشونه یک شرایط خاصی زنها دارن. میفرماید من هیچ کدام از این شرایط زنهای دیگه رو من نداشتم. سبحان الله. ادامه میفرماید وقتی من هم بالاخره وضع حملم فرا رسید، ماما و کسی که کمک میکنه بچه به دنیا بیاد مادر عبدالرحمن ابن عوف بود، اسما بنت اسد. میفرماید ماما بود که پیغمبر خدا رو بالاخره با زایمانی که بیبی آمنه میکرد کمک کرد و به دنیا آمد. این مادر حضرت عبدالرحمن ابن عوف بود، بعد از 9 ماهی که پیغمبر خدا در شکم مادرش بود. میفرماید وقتی اولاد به دنیا میاد قطعا بدن این فرزند آمیخته با بسیاری از خون و چیزهای دیگه است که در رحم مادر بوده، ولی میفرماید که این نوزاد تازه به دنیا آمده از تمام این پلیدی ها پاک و صاف بود. سبحان الله. الله رب العزت و الجلال پیغمبرش را با نهایت طهارت و پاکی و تمیزی ها مثل بقیه بچه ها به دنیا نیامدن. حتی میفرمایند اون بند نافی که بین تغذیه مادر و فرزند است، الله رب العزت و الجلال قبل از اینکه پیغمبر خدا به دنیا بیاد داخل شکم مادر الله رب العزت و الجلال جدا کرده بود. بعد که به دنیا تشریف میارن، از مادر که متولد میشه میفرماید مینویسن مورخان در کتابها که پیغمبر خدا به سجده میفته و در واقع این کنایه از اینه که من را الله رب العزت و الجلال فرستاده تا من شما را دعوت به عبادت اون خالق حقیقی بکنم، شما را از عبادت بتها و دیگران و شرک و بدعات شما را به توحید من دعوت بکنم. بچه‌ای که تازه به دنیا آمده با این انگشت سبابه اشاره به آسمان، یعنی الله رب العزت و الجلال یکی و شریک نداره. بیبی اسما میگه من خیلی زنها رو رفته بودم کمک کرده بودم اولاد به دنیا آمده بود، اما حالتی را که به دنیا آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت من هیچ جا ندیده بودم. و در همین حین بیبی میفرماید، بیبی اسما میفرماید که یک دفعه ما دیدیم اتاقی که بیبی آمنه در اونجا زایمان کرده بود پر از مه‌آلود شد، اتاق فضاش مه‌آلود شد. یک ندایی آمد که ما را راهنمایی کرد ما چه کار بکنیم در باب این بچه. میفرماید الفاظ عربیش اینه که به همونو من به عربی بگم زیباتره. میفرماید توفو بهی مشارق الارض و مغاربها، این بچه را بگردانید بر مشرق و مغرب زمین تا چه بشه؟ سبحان الله. لیعرفوا باسمه و نعته و صورته، تا همه مردم دنیا ای را بشناسن، چهرش ببینن، نعت و وصفش را بشناسن و با او آشنا بشن، ببینن این رسول آخرین رحمت للعالمینه. سبحان الله. ادامه ندای بعدی، ادامه جمله رو نگاه بکن. میفرماید آواز دیگه آمد که به فارسی بگم که طولانی میشه. الله رب العزت و الجلال این ندای غیبی را که فرستادن میفرماید که این بچه را اخلاق آدم عطا بکنید، حضرت آدم، معرفت حضرت شیس به او را بدهید، پهلوانی و بهادری حضرت نوح را به ایشان بدهید، دوستی و خلت حضرت ابراهیم علیه السلام را به او بدهید، قربانی و ذبح اسماعیل را به او بدهید، این همه صفات عالیه هست، فصاحت حضرت صالح را به او بدهید، حکمت حضرت لوط را به او عطا کنید، رضای حضرت اسحاق را به او عطا کنید، بشارت حضرت یعقوب را به او بدهید، حسن و جمال یوسف را به او بدهید،
جاه و جلال حضرت موسی را به او بدهید، محبت حضرت دانیال را به او عطا کنید، وقار و سنگینی حضرت الیاس را به او بدهید، صبر و شکیبایی قلبی حضرت ایوب را به او بدهید، شیرین زبانی حضرت داود را به او عطا کنید، پاک دامنی حضرت یحیی را به او عطا کنید، اطاعت و فرمانبرداری حضرت یونس را به او عطا کنید، زهد و تقوای حضرت عیسی را به او عطا کنید، و اخلاق تمامی انبیا و علم تمامی انبیا و صفات کلی انبیا را در سینه این بچه قرار دهید. سبحان الله. این پیامبر عظیم و شان را الله عزوجل در قرآن عظیم و شان در یک جایی به این زیبایی یاد میکنه: قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. ای مردم، این پیامبر را سراسر نور و هدایت من برایتون فرستادم، جمیع خوبی ها را من در وجود این قرار دادم. سبحان الله. این پیامبر عظیم و شان که به دنیا آمد، دنیای تاریک اون زمان را پیغمبر خدا با آمدنش روشن کرد. کودکی آن حضرت صلی الله علیه و سلم هم سراسر معجزه. حالا به این بخش رو تمام بکنم، بعد به اون قسمتم بپردازم که واقعا چیزهای عجیبیه که الله عزوجل به این پیامبر عظیم و شانش عطا کرده بود. درود خط بفرمایید. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم علیه. ابتداء آن حضرت صلی الله علیه و سلم در سفر معراج وقتی تشریف بردن به بارگاه رب العالمین، گفتن بار الها در دنیا پیامبران دیگرت را هر یکی را یک مقامی دادی، یک رتبه دادی، یک امتیاز و یک برتری دادی. اتخذت ابراهیم خلیلا، بار الها شما ابراهیم را خلیل گرفتید، و موسی کلیما، موسی را هم صحبت خودتان گرفتید، و النت لداود الحدید، در دست حضرت داود آهن را نرم قرار دادیم، و سخرت لسلیمان الریاح، بادها را در تحت امر سلیمان قرار دادی، و احییت لعیسی الموتا، مردگان را به دست عیسی زنده می کردی. فماذا جعلت لی، برای من محمد رسول الله چه جایگاهی قرار دادی؟ الله رب العزت و الجلال در جواب می فرماید: ای پیامبر عظیم و شأن من، آنچه را که من به تو دادم به هیچ یک از انبیا ندادم. اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کله، ای محبوب من، آنچه را که من به تو دادم به هیچ کسی ندادم. آن حضرت سوال میکنه: خب چه به من دادی بار الها؟ الله رب العزت در جواب میفرماید: الا ذکرت الا ذکرت معی، هرگاه اسم من الله را ببرن پشت سرش اسم توی محمد رسول الله را میبرن. لا اله الا الله بعدش چیه؟ لا اله الا الله، هر کجا نام الله باشه پشت سرش رسول الله صلی الله علیه و سلم. چه مقامی از این بالاتر؟ الله رب العزت و الجلال میفرماید که ای پیامبر من، همه بندگان من موظفن چنان عمل بکنن تا من الله را راضی بکنن. میخواد ابراهیم خلیل باشه، اسماعیل ذبیح باشه، موسی کلیم باشه، عیسی روح الله باشه، هر یک از اینها باشه بایستی چنان عمل بکنن تا من الله راضی بشم. ولی من الله کاری میکنم تا توی محمد رسول الله را راضی بکنم. سبحان الله. ولسوف یعطیک ربک فترضی، الله میگه آنقدر من در حق تو احسان میکنم تا رضایت توی محمد رسول الله را جلب کنم. آن حضرت میفرماد الله رب العزت و الجلال 10 تا اسم برای من کنار گذاشته، هیچ کسی دیگه این اسمها را نداشتن قبلش. آن حضرت میفرماید که الله رب العزت و الجلال 10 تا اسم برای من گذاشته، اونها عبارتند از یکی محمد صلی الله علیه و سلم. جالبه وقتی این فرزند به دنیا میاد، پیک و قاصدی میره عبدالمطلب را خبر میکنه، پدر بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم رو. پدرش قبل از این که به دنیا بیاد در شکم مادر بی آمنه بود، عبدالله از دنیا رفت. پدر گرامی ایشان قبل از به دنیا آمدن پیغمبر خدا از دنیا رفتن. کسی قاصدی رفت به عبدالمطلب گفت که خدا به شما اولادی داده، نوه‌ای داده. میفرماید که عبدالمطلب برای اولین بار
قبلا اصلا در میان عرب ها این اسم رسم نبود. عبدالمطلب برای اولین بار گفت اسمش محمده صلی الله علیه و سلم، و تا اون زمان عرب ها اصلا نمیدانستن اسمی به اسم محمد هست یا نیست. از اون به بعده که دنیا را الله عزوجل بالاخره پر از اسامی مبارک محمد کرده صلی الله علیه و سلم. در همین بلاد کفر، همین انگلیس، چند سال قبل یک تحقیقی نوشته بود، گفته بود که بعد از اینکه 2 تا اسم انگلیسی که در میان اونها رایجه، سومی یا چهارمی اسم گفت در کشور انگلیس که خیلی پرطرفدار اسم محمد صلی الله علیه و سلم. آن حضرت فرمود 10 تا اسم را الله عزوجل فقط منحصرا برای من گذاشته: محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، طه، یاسین. ابوالقاسم اونم هست. البته یهودی ها همیشه پیغمبر خدا رو میخواستن صدا بزنن، میگفتن ابوالقاسم، ابوالقاسم او را صدا میکردن، ولی این 10 تا اسم را الله عزوجل برای پیامبر عظیم الشأن من شما قرار داده. خب با آمدن ایشان عرض کردم دنیا را الله عزوجل پر از نور و هدایت کرد برای تمام انسان ها، نه تنها برای کسانی که به او ایمان آوردن، بلکه برای کسانی که حتی ایمان هم نیاورده بودند الله عزوجل برای اونها خیر و برکت کرد. همین نکته را که رب العالمین در قرآن عظیم الشأن می‌فرماید: لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. سبحان الله. الله می‌فرماید من از آسمان کسی نفرستادم، از میان خود همینها اهل مکه، از همینهایی که در شهر مکه زندگی میکنن، آبا و اجدادشون با هم نسبت هم دارن. الله رب العزت و الجلال میفرماید من از میان خود اینها یک پیغمبری فرستادم، منت نهادم بر سرشان. لقد من الله، به تحقیق الله میگه من منت گذاشتم علی المؤمنین، بر مؤمنان، اذ بعث، وقتی که من فرستادم، فیهم، در میان اونها، رسولا، پیغمبری از خودشان. چه کار میکرد این پیغمبر؟ یتلو علیهم آیاتی، سبحان الله، آیات خداوند رو برای مردم تلاوت میکرد. میگو مردم الله رب العزت و الجلال این انتظار رو داره این کارها رو بکنید، از این کارها رب العالمین من کرده، کنار اینها نرید، اما امر به معروف نهی از منکر. یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم، و اونها رو تزکیه کرد، همونهایی که قبل از اسلام شرب خمر میکردن، همونهایی که کار فاحشه میکردن، همونهایی که دختران را زنده به گور میکردن. یک صحابی آمد خدمت آن حضرت، گویا رسول خدا من خیلی گناههای سنگین انجام دادم. پیغمبر خدا سوال کرد چی کار کردی؟ گفت من خیلی از دختران کوچک را زنده به گور کردم، طفلهای ناتوان و ضعیف را که دختر به دنیا می آمدن در میان ما عرب ها کسر شأن بود. می گفتیم دختر به دنیا آمده، الان همه ما را طعنه می زنن. می گفت از همه دردناکترش این بود که من یک بچه الله به من داده بود، دختری. ابتدا می گفت مهر ما پدری من رو ممانعت می کردیم ببرم دفنش بکنم، تا اینکه این بچه کمی رشد کرد، بزرگتر شد، 5 سال 6 سال هر چه کس به حرکت افتاد. دیدی بچه ها بعد از 3-4 سال دیگه راه میرن. میگفت ولی طعنه مردم، طعنه قریش، طعنه فامیل هنوز مثل یک بالاخره آواری بر سر من بود. میگفت تا اینکه یک روز تصمیم گرفتم بچه رو ببرم زنده به گورش بکنم. به تعبیر امروز من و شما برداشتم بیلی و کلنگی و فلانی، بچه رو گفتم بابا بیا بریم همراه من. بچه هم بیچاره بیخبر از همه جا، سبحان الله. میگو بچه پشت سر من میده و من دارم میرم، تا که رسیدیم به اون جایی که من قصد داشتم این بچه را اونجا زنده به گور بکنم. میگو شروع کردم، باور بکنی وقتی این داستان رو خودم میشنیدم اصلا بی اختیار گریه میکردم. میگو وقتی من داشتم چاله را میکندم، عرق میکردم، این بچه من با این دستمالش عرقهای پیشانی مرا خشک میکرد. سبحان الله. میگو ولی آنقدر قساوت قلبی من داشتم، اینقدر از عاطفه من تهی بودم، این بچه نازنین و معصوم میدید که پدرش عرق کرده، اینها را
عرقها رو پاک میکنه، اما میگفت چشمهای مرا کور کرده بود اون جهل و نادانی. میگفت بعد از این که اون گودال را حفر کردم، بچه را بلند کردم گذاشتم داخلش. بچه میگفت با یک حالت تعجبی من رو نگاه میکرد، میگفت بابا خودش بیرون شد، گفت منو گذاشت اون بچه را داخل، خودش آمد بیرون. میگه که بچه با یک حالت تعجب چرا من اینجا گذاشتی؟ میگه شروع کردم با بیل خاکار ریختم بر سرش. این بچه شروع کرد به گریه و فریاد بابا بابا، اما بابا دلش مرده بود، چشمهاش کور شده بود، او دیگه نمیشنید، گوشهاش کر شده بود. این بچه معصوم داشت او را صدا میزد. میگه وقتی این شخص این حکایت رو پیش رسول الله میکرد، پیغمبر خدا مثل ابر بهاری گریه میکرد. میگفت تو دیگه کی بودی؟ تو انسان نبودی، تو جانور بودی. جانور که جانور هم دارای احساسه. گویا رسول خدا آیا با وجود این کاری شنی که من انجام دادم، باز هم الله رب العزت و الجلال مرا میبخشه؟ گو من تو را حواله به پروردگار میکنم، خود رب العالمین برای تو تصمیم بگیره. اینها بودن عربهای جاهلیت. آمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اینها خیر بود، نه تنها برای اونها، برای من و تو تا قیامت رسول الله خیره. قدوم مبارک ایشان دنیای جهل و تاریکی را همه را بلند کرد، از دنیا برد. همونهایی که دختران را زنده به گور می کردن شدن جانشینان اسلام و قرآن و رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینها بود. یک گوشه ای از اون به اصطلاح گذشته سیاه به اصطلاح اهل مکه و قریش بود قبل از اسلام، عرب جاهلیت. برادر عزیز من، با آمدن پیامبر عظیم و شأن من شما، الله رب العزت و الجلال اونها را تزکیه کرد، اونها را پاک کرد، اونها را تمیز کرد از تمام اون رذایل و پستی ها و شدن به جای اینکه اون زمان راهزن بودن، شدن رهبران تمام دنیا. همونهایی که قریش اون زمان برای خودش اینها را افتخار میدانست، بعد از اینکه ایمان و هدایت در قلبشان آمد، ابراز بیزاری و فرسنگ ها فاصله با اونها گرفتن. جنگ هایی میکردن که 100 سال 200 سال تا 300 سال آمده در تاریخ با هم دیگه جنگ میکردن. سبحان الله. ولی با آمدن رحمت للعالمین همه اون جنگ ها خوابید، همه را الله عزوجل با هم برادر کرد. اوس و خزرجی که در مدینه بودن، با آمدن و هجرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، الله رب العزت و الجلال اونها را مانند دو تا برادر در کنار هم در مقابل دشمنان الله و رسولش قرار داد. این بود آمدن رسول پاک صلی الله علیه و سلم برای من و شما که الله رب العزت و الجلال پیامبرش را چنین توصیف میکنه: یتلو علیهم آیاته، آیات رب العالمین را برای مردم تلاوت میکنه، و یزکیهم، مردم را تزکیه میکنه از تمام پلیدی ها نجاست ها، و یعلمهم الکتاب والحکمه، و اونها را دانشمند و عالم تربیت میکنه. از شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی که غالبا حضرت ابی بن کعب یا یکی دیگه از صحابه دیگره، میفرمان در همین دمشق سوریه، میگه در مسجد جامع دمشق وقتی می نشست احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای مردم بازگو می کرد، در یک جلسه قریب به 4000 دانش آموز از کلاس درس او بهره می بردن. سبحان الله. به راستی که الله رب العزت و الجلال به درستی می فرماید: و یعلمهم الکتاب والحکمه. کتاب مراد اینجا قرآن، حکمت احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا اصلا حکمت رو به صورت کلی هم بگیریم، کارهاشون سراسر حکمت بود. اینها شاگردان رسول الله بودن، صحابه که تربیت یافتگان همین مولود جدیدی هستند که در ماه ربیع الاول به دنیا آمدن. و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، قبل از اینکه اینها ایمان بیارن در گمراهی آشکار و واضحی بودن که بالاخره اون گذشته تاریک اونها باعث نشد اینها هدایت رو پس بزنن و از نعمت هدایت محروم بشن. اما صحبت امروز من فقط نکته پایانیش بر این استوار هست که عزیزان و سروران گرامی، پیامبر عظیم الشأن من و شما که به دنیا آمدن، ظلمت و تاریکی را از دنیا زدودند و بردن. 1400 و اندی سال از اون تاریخ
گوهربار میگذره. 1447 الان هجری قمری از هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم، تاریخ هجری از هجرت پیغمبر خداست. ولی امروز متاسفانه میبینیم در جوامعی که خودشان را هم مسلمان میدانن، چه بسا نماز 5 وقتشو هم میخوانه، نماز شبش هم شاید فوت هم نشه، سال 1 بار هم حج هم بره، ماه مبارک رمضان هم میاد و روزه رمضان هم میگیره. اما وقتی بعضی از رفتارهای اینها رو آدم میبینه، باور بکنید عرب جاهلیت رو امروز انسان بایستی بشوره، تمیز بگذاره، او رو زیارتش بکنه. همین رفتارهایی که گوشه ای از اونها رو من برای شما گفتم، وقت اجازه نمیده. ولی امروز ما بعد از 1447 سال قرن 21 مسلمان هم هستیم، بعضی از رفتارهای ما عرب جاهلیت رو روسفید میکنه مقابل ما. یک نکته را بگم، عربهای اون زمان عادت داشتن جنگ اگر میکردن به نامردی جنگ نمیکردن. مثلا اگر چنانچه میخواستن با یکی دعوا بکنن یا مثلا از بینش ببرن، اگر شب هنگام بود هرگز به او حمله نمیکردن. اگر شب هنگام بود هرگز به او حمله نمیکردن. خب نمونه بارزش هفته گذشته من برای شما گفتم، وقتی پیامبر عظیم الشأن من شما از مکه هجرت کرد بره به مدینه منوره و اهل مکه همه منزل رو محاصره کرده بودن، نگاه میکردن دیدن یک نفر خوابیده رو بستر، اما میگفتن نه، شبانه نباید حمله کنیم، بذار فردا آفتاب طلوع بکنه و هنگام روز ما حمله بکنیم و بعضی رفتارهای دیگر. ولی امروز مسلمانه، کلمه گوه و ادعا میکنه امت همین پیامبر رحمته، بعضی از کارها و بعضی از رفتارهایی که از او صادر میشه سبحان الله اصلا هیچ نسبتی با اسلام و تعالیم اسلامی و آنچه که پیامبر عظیم الشأن به ما تعلیم داده اصلا هیچ نسبتی نداره. چه بگم؟ از کدام قسمت بگم که تن همه داغدار است، پنبه کجا کجا نهم؟ کدوم درد رو بگم؟ در هفته گذشته یادم رفت یک معضل بزرگی که تو جامعه ما داره رشد پیدا میکنه و روز به روز هم میبینیم که پررنگ هم میشه، اینه که در جامعه ما قماربازی خیلی زیاد شده. قمار میکنه مسلمان. خدای عزوجل در قرآن میفرماد انما الخمر والمیسر، میسر یعنی قمار، خمر یعنی شراب. در همین جامعه اسلامی که الان من و تو زندگی میکنیم هر دو تای این داستان الان وجود داره. به راحتی خمر فروخته میشه، شراب. کنار دست ما همسایه من هم هست، من هم اطلاع هم دارم. اگر دیگه توانایی نداری حداقل بهش بگو فلانی این کاری که تو میکنی این خلاف امر الله و رسوله، حداقل اینو بگو که فردای قیامت خداوند یقه من و تو رو نگیره. تو که میرفتی مسجد، تو که نماز شب میخوندی، تو که جماعت تبلیغ میرفتی، تو که مدعی منبر و فلان بهمان بودی، تو چرا به این بنده من نمیگفتی که کار بدیه؟ شرب خمر در مراسم های عروسی گزارش هایی که میارن میگه یکی از کارهایی که صاحب عروسی انجام میده ضمن این که غذا تدارک میبینه ولیمه برای مهمانان، در کنارش هم بساط دود و تریاک و مخدرات، هم در کنارش مشروبات الکلیه. خب بعد این مسلمان هم میخواد زندگی دخترش یا پسرش که داماد میکنه بیش از 6 ماه طول نکشه، طول نمیکشه. بعد از 6 ماه دعوا و درگیری، اختلاف، جنگ و جدال و فلان، اینا همین نتیجه نارضایتی الله عزوجل. قمار هم هاکذا. مردم مسئله شرعی را بدانید، حالا هر کی میخواد ناراحت بشه، الله ناراحت نشه. خدای من این حرفا رو به خاطر تو میزنم، تو راضی بشی. اینا دستور توه، دین تو به ما این تعلیم رو داده، پیامبر عظیم الشأن من و تو این تعلیم رو داده. قمار یکی از اون راههای پلید و نجیسی است برای درآمد رزق یک انسان. یک انسانی رو به عرش میبره، یک انسانی رو به زیر فرش میاندازه. این قماری که دارن میکنن وسیله نقلیه تو این فضاهای مجازی، آقا بیا پول بده، نمیدونم ماشین فلان برنده میشی، فلان برنده میشی. مسلمان هم هست، هرچی هم علما میگن اصلا گوشش بده کارم نیست. به مردم میگی مردم شما مراقب باشید،
شما چرا گول اینها رو میخورید؟ الحمدلله الان علم چقدر زیاده، بچه های کوچک الحمدلله الان دانان میدانن. شماها با وجود این که میدانید این قمار بد شرکت میکنید، شما میدانید در این گناه شما هم شریکید. تعارفی نیست من مولا هم باشم، فرق نه. هیچ وقت نگاه نکن. یه بار یه زمانی رو به بنده خدایی گفتیم که بابا وام نگیرید، وام گناهه، رباه. گفت فلان مولوی گرفته. گفتم بابا تو چه کار به مولوی فلان داری؟ تو ببین خدا و رسول چی گفته، چه ربطی داره به فلان حاجی و مولوی و صوفی و کد خدا و فلان؟ شاید او بدبخت میخواد بره جهنم، تو میخوای بری جهنم؟ خب چرا ما نمیخوایم آگاه؟ کی میخوام ما بیدار بشیم؟ یه عده کلاهبردار و حقه‌باز راه افتادن به اسم قمار که به شما ماشین میدیم، تو کلیپ ها و تو فلان یه نفرم میاره اونجا کنارش، آقا این برنده شده، این خوششانسه، این فلان. این خوششانس نیست، این بدشانسه. یه جا به من گفتن، حالا راست یا دروغش العهده علی الراوی، راویش گفت فلان یک نفر از همین ماشین ها برنده شده، در مسیر بازگشتی که می آمده به شهر خودش بیاد، یک دفعه بر اثر انحراف خودرو رفته زیر ترلی، مرد، از دنیا رفت. خب میره خدا رو چه جواب بده؟ با ماشین فلان؟ خب این نافرمانی اللهه. پیامبر عظیم الشأن آمده منو تو رو از این کارهای نجس و پلید منو تو رو دور بکنه. عربهای جاهلیت ول کردن. وقتی حرمت شراب نازل شد، ببین مسلمان، اینه که میگن صحابه را الله عزوجل پسندیده و از اونها اعلان رضایت کرده، به خاطر این رفتارهاشونه. حرمت شراب نازل شد، الله رب العزت و الجلال جبریل فرستاد، ای محمد امین صلی الله علیه وسلم، از امروز به بعد شراب حرامه، نه معاملش، نه خوردنش، نه هر چی. سبحان الله. صحابه، ایمان صحابه را نگاه کن. آن حضرت جمع کرد صحابه را، از امروز رب العالمین دستور داده که کسی حق نداره شرب خمر بکن، ممنوعه. نه معاملش، نه خوردن، هیچ نوع انتفاع و فایده از شراب ممنوعه. تاریخ می نویسه، برید بخوانید. ما زندگی صحابه را نمیخوانیم. صحابه داخل مشکها، مشک قدیم مشک بود، آب میخوردن. داخل مشکها، داخل کوزه ها، داخل ظرفه ها شراب داشتن، معامله میکردن. وقتی حکم حرمت شراب نازل شد، مشکها را پاره کردن، کوزه ها را شکستن، ظرفه ها و جامه ها را چپه کردن. می نویسن در شهر مدینه یا مکه جوها و جدولها پر از شراب حرکت کرد، مثل زمانی که بارندگی میشه این جدولها پر آب میشه، حرکت میکنه. سبحان الله. می نویسن تمام مشروبات رو مسلمان ها و صحابه از بین بردن، در صورتی که می توانستن بگن یا رسول خدا یه اجازه به ما بده، یک هفته به بارگاه خدا دعایی بکن، التجا بکن، تمنایی بکن. تمام سرمایه ما همینه، ما اینها رو میفروشیم، چشم، از این به بعد دیگه نمیاریم. نه، گفتن الله دستور داده از امروز به بعد کسی حق معامله اینها رو نداره، کسی نمیتوان اینها رو بخوره، تمام اونها رو به زمین ریختن. خب آیا مسلمان امروز همینه؟ یک تجارت کثیف زیبایی که در جامعه اسلامی الان رواج زیادی هم پیدا کرده، همین بحث معاملات مشروبات الکلیه. بنده خدای گفت من رفتم یه جای نون بخرم، نمیدانستم اونجا بساط همین داستانه. گویا آقا چرا اینجا واسطادی؟ بنده خدا میگه واسطادم پسرم رفته نون بگیرد. نه گناه اینجا وای نست، اینجا محل کسب ماه. گفت من هرچی نگاه کردم این طرف اون طرف، بابا اینجا نه دکانیه، کنار خیابان بود. بعدها متوجه شدم که بله اینجا بالاخره از این داد و ستدهای این چنینی میشه. خب این مسلمانه. 1447 سال پیش محمد رسول الله گفته این حرامه، از جانب الله عزوجل دستوره. امروز مسلمان در آغوش گرفته معامله میکنه، قمار مسلمان میکنه، آدم مسلمان میکشه، آدم رو گروگان همین مسلمان میبره. هر کار زشتی که شما در دنیا بگید همین مسلمان میگه. رب العالمین دستور داده که کسی دروغ نگه، دروغ بدترین دشمن انسانه. الا لعنت الله علی الکاذبین. الله میگه بابا این آیه قرآنه، بابا دروغ نگید، دروغ شما رو به هلاکت میاندازد. الصدق ینجی، راستی انسان را نجات میده، و الکذب یهلک، دروغ انسان رو به هلاکت میاندازه. اما برو در بازار نگاه بکن، اگر شما راستی دیدید، نه اینکه نیست ولی اونقدر کمه،
این دروغ چنان احاطه کرده همون راست رو هم انسان نمیبینه. بعد این مسلمان میخواد روز قیامت پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بگیره، جنت هم بره؟ امکان نداره، امکان نداره عزیز من. این وظیفه ما گفتنه، ما دیگه توان دیگه ای نداریم. حداقل روز قیامت رب العالمین از من نوعی سوال بکنه، من شما را گواه میگیرم، میگم بار الهی این خلق تو گواهن که من گفتم. پیامبران همین بودن. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اهل مکه جوش و حرص میخورد، جوش میزد. الله رب العزت و الجلال میفرماد لعلک باخع نفسک، آیا خودت رو به هلاکت میاندازی که این انسانهای کوته فکر و نادان حرف تو رو گوش نمیدن؟ گوش ندن. وظیفه تو رساندنه، وظیفه تو گفتنه، عمل میکنن خودشون نجات میکنن، عمل نمیکنن جز این که خودشون بدبخت بشن چیزی دیگه عایدشون نخواهد شد. مردم عزیز بزرگواران، از میلاد رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها این نیست که ما چراغانی بکنیم آقا نمیدونم چنین و چنان و مولودی خانی و فلان چیزا رسم در دنیا. رسول الله از من تو دیگه چیزی توقع داره. اگر جشن میلاد رسول الله را میخوایم بگیریم، ببینیم زندگی پیامبر چگونه بوده. به چراغانی کردن و نمیدونم بنر زدن و فلان چندین ساله چی گیر ما آمد؟ گیر ما نیامد. همون خوبی هایی که از قبلی ها به ما رسیده بود همون هم جارو شد رفتن. خیلی خوبی ها با پدران و آبا و اجداد ما بود، اونا مردن از دنیا رفتن، انگار خداوند اونا همون خوبی ها رو با همون اونها برد دفنشون کرد. جامعه اسلامی نیاز داره از میلاد رسول الله صلی الله علیه و سلم درس بگیره. ما ببینیم قبل از میلاد چه حالتی داشتن مردم و بعد از میلاد رسول الله صلی الله علیه و سلم مردم چه شدن. ستارگان هدایت در دنیا شدن صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب ما اگر میخوایم واقعا از میلاد پیغمبر درس بگیریم، بیام ببینیم چه هدیه‌ای برای ما آورد. از آمدن پیامبر به دنیا چه عاید دیگران شد که امروز ما از اونها بی بهره ایم. بار اله آنچه را که گفته شد همه را در راه رضای خودت قرار بده و بار اله همه ما را هدایت بفرما، از ضلالت و گمراهی ما را نجات عطا بفرما. ای الله از مسیر غلط و اشتباهی که رفتیم معذرت خواهی میکنیم، خدای ما را به مسیر درست هدایت بفرما. ای الله اگر چنانچه قبلا آلوده به این رفتارها بودیم همه ما توبه میکنیم، از امروز به بعد نیت میکنیم این رفتارهای غلط و ناصواب رو انجام نمیدیم. ما را در این مسیر و در این عزم و اراده مدد و یاری و نصرت بفرما. جمله عزیزانی که در این هفته از دنیا رفتن براشون طلب دعا شده، برای همه دعای مغفرت بفرمایید. رب العالمین همه مردگان من و شما را مغفرت بفرماید، زنده ها را به شاهراه اسلام و قرآن هدایت بفرماید. مریضان رو، خیلی مریض های دیگه هستن که به هر حال نامه دادن در شهرستان جاهای دیگه، همه مریضان رب العالمین به فضل و کرمش شفای عاجل کامل مرحمت بفرماید. کسانی که اسیر و زندانیان بیگناهن آزاد بفرماید. آنهایی که گناهکارن به دام افتادن دام زندان، اول هدایت و بعد از هدایت اسباب آزادیشان رو فراهم بفرماید. امروز برای جمع‌آوری کمک برای حوزه هست، از شما خواهش میکنم انشالله دست رو بالا بگیرید. فقط یک نکته دنیوی دیگه باقی موند، او اینه که باز هم شما رو توصیه میکنم به اهدای خون که نیاز هست برای نجات جان یک انسانی. من و شما حداقل هر انسان مسلمان سالمی سالانه 2 مرتبه میتونه خون بده، بیشتر هم، ولی استانداردش 2 مرتبه است. خون وقتی خون بدید اولین فایده رو خود من و تو میبریم. او غلظت خونی که در بدن من و تو هست او دیگه برطرف میشه تقریبا، چیزی که پزشکان میگن. و فایده دومش اینه که یک انسان نیازمندی این خون بهش تزریق میشه و نجات پیدا میکنه از مرگ. و خیلی در منطقه من شما، من همیشه به شما گفتم بالاترین آمار تالاسمی در کشور از شهر ایران شهره. قریب به 700 نفر فکر میکنم بچه تالاسمی ما داریم. این بچه ها نیاز به خون دارن به خاطر اینکه زنده بمانن. هر یکی 1 کیسه 2 کیسه و این میطلبه که به هر حال من و شما سالی 2 مرتبه خون بدیم. چیزی از اون کم نمیشه ها. عرض کردم نه اینکه ضرر بکنیم، که برای سلامتی من و شما خیلی مفیده. خب همیشه این بیچاره ها انتقال خونی ها، دوستان ما آقای دکتر همیشه پیغام میده، میگه فلانی مردم رو تشویق بکنید. ما هم شما رو تشویق میکنیم. انشالله برای این کار وقت بذارید، ضرر نمی کنید. باور بکنید از نظر روحی روانی هم شما خیلی رشد میکنید. ما احساس کردم
هر زمان که میریم خون میدیم به اتفاق دوستان، اصلا انگار خداوند یک تولد دوباره به انسان میده. روح انسان احساس آسودگی میکنه. اینی که روح ها امروز بالاخره ما روحمون آسیب دیده و رفتارهایمون متاسفانه بعضی جاها با مشکل مواجه شده، همینه. هر حال انشالله در باب انتقال به اهدای خون انشالله همه آماده هستیم ما شما، نه؟ جزاکم الله خیر. ماشاءالله صف دوم قسمت مسجد اونوری کسی همراهی آماده هستیم یا نه؟ انشالله. ماشاءالله نیت بکنید، کمک از جانب الله. نیت بکن، نیت خیر که میکنی همینجا نشستی اجرش در نامه اعمالت ثبته، اصلا تو به اونجا هم نرسی. ولی اینی که انسان بالاخره میگه بنی آدم اعضا یک پیکرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. الان اگر یک تصادفی در اورژانس ایران شهر بیارن، 3 نفر 4 نفر مثلا خون ریزی کرده باشن، خون نیاز به خون هست، از کجا بیارن؟ اگر من و تو مشارکت بکنیم جان یک انسان رو نجات بدیم، سبحان الله، کم حرفی نیست، خیلی حرف بزرگیه. انشالله همه نیت بکنیم. و نکته دومی که خواستم عرض بکنم اینه که به هر حال در هفته گذشته در منطقه من و شما، این منطقه دامن، اتفاقی افتاد و به هر حال از پاسگاه دامن 4-5 تا از ماموران بالاخره کشته شدند و از دنیا رفتن. و به هر حال کاری نداریم، هر کسی باعث و بانیشه خودش پاسخ بده، ولی رویه و روش و منهج و اعتقاد ما که برگرفته از اعتقادات بزرگترهای ماست، در رأس آنها شخصیت والا و برجسته حضرت شیخ الاسلامه. تکبیر! شما برید صحبت‌های ایشون رو ببینید در باب حفظ امنیت استان. من فکر نمی کنم، حالا شاید این نکته که من میگم غل باشه، ولی در اکثر صحبت‌هایی که میکنه، حالا چه در جمعه زاهدانه یا در جلساتی که در اکناف این استان برگزار میشه، اطراف اکناف، روستا، شهر، همه جا، میگه مردم امنیت استان رو مراقب باشید، امنیت به هم نخوره، امنیت حیاتیه، امنیت نباشه زندگی برای انسان معنی نداره. شما وقتی نتوانی از منزلت راحت بیای بیرون، بری بازار، بری فلان جا، کارت انجام بدی روزانه، خب این زندگی چه دردی میخوره؟ ارزش نداره. داد ایشان به آسمان بلنده که مردم امنیت را دریابید، مردم امنیت خراب نشه، مردم امنیت خدشه وارد نشه. بس اوقات میبینیم بالاخره هر کسی با یک اعتقادی، با یک حرکتی بالاخره همچی کارهای انجام بده، این بدترین دودش به چشم ما مردم میره. خب برای دولت چه فرقی میکنه؟ 4 تا 5 تا مأمور کشته بشه، دولت اینقدر نیرو بالاخره ارتش داره که به 4-5 تا کجاش آسیب میبینه؟ ولی چرا آخر اینطور باشه؟ چرا ما و شما را در جاهای دیگه فرصت طلبان بعضی از این رفتارها باعث میشه بهانه به دست کسای دیگه بیفته؟ همونهایی که چشم دید من و تو رو ندارن، نمیخوان سر به تن من و تو باشه، مجال پیدا میکنه، میره به مرکز گزارش میده، بگه آقا اینا همه تجزیه طلبن. گفتن دیگه، خیلی جاها گزارش دادن آقا اگر بلوچستان فلان بشه اینا تجزیه طلبن. دروغ گفتن، والله بالله تالله دروغ گفتن. مردم بلوچستان، مردم مؤمن وفادار به این آب و خاک افتخار میکنن، اینها با ایران همصدا و همراه هستن. ما کجا ندای تجزیه طلبی دادیم؟ ندای حق خواهی داشتیم. اگر بسا اوقات دیدیم تبعیض بوده، صدایمان بلند شده که چرا تبعیض روا می‌دارید؟ چرا بی‌عدالتی می‌کنید؟ چرا سرمایه های این مملکت که برای همه مردمن، فارغ از این که رنگش چیه، فارغ از این که نژادش چیه، فارغ از این که مذهبش چیه، همه در بیت المال این مملکت سهیمن، زن باشه یا مرد باشه، سنی باشه یا شیعه باشه، همه ما در بیت المال مملکت شریکیم. اگر بعضی اوقات دیدیم تبعیضی شده، دیگه جا بیشتر دادن به ما کمتر دادن، ما داد و بیداد کردیم، حقمان را خواستیم. اگر داد دیدن ما سر صدا کردیم، این حق طلبی ما بوده. اگر حضرت شیخ الاسلام این همه در جمعه های متعدد دادش به آسمان بلنده، به خاطر حق خواهی، حقی مردم رو میخواد.
دادخواهی مردم را میخواد بکنه. خونه هایی که در جمعه خونین ریخته شد اونها رو دادخواهی میکنه، میگه چرا جواب ندادین خونه های مردم را؟ چرا محاکمه نکردید عاملان و مسببانشان را؟ چیزی دیگه ای نمیگه. ولی با وجود این هر کجا که میرسه میگه مردم امنیت منطقه را حفظ کنید، امنیت به هم نخوره، امنیت حیاتیه، ضررش بیشتر به نفع من شماست. و بالاخره یه همچین حرکات اینها از نظر ما مردم هرگز مورد تایید نیست، ما تایید نمی کنیم. چه مأموری باشه بیگناه هیچ کسو نباید بکشی، هیچ انسانی مأمور باشه یا عادی. همانطور که کشتن بیگناه مأمور خطا و جرمه، کشتن مردم بیگناه هم جرمه. مردمی که علمش آگاه نیست، مردمی که مسیر راهی میره به رگبارش ببندن، حالا من نوعی یا هر کسی دیگه، مأمورین هم حق ندارن مردم بیگناه رو بزنن. بنده خدا حاج رسول بخش بلوچی حالا چند وقت مریضه، دیروز پریروز رفتم دیدنش، عروس بیچاره رفته در این به اصطلاح فلکه ارتش شهره که چه بلاییه، بچهش از چابهار قرار بوده بیاد، این مادر بیچاره رفته به استقبال بچهش، ماموران دنبال کردن یک مجرمی را، والله اعلم تیراندازی بکن تیر بخور، همین بدبخت مادر این هم از دنیا برو. پدرش قبلا از دنیا، یعنی شوهر این زنه قبلا از دنیا، پسر حاجی آقای رسول بخش بود مرحوم کیوان، بیچاره مریض شد، بیچاره از دنیا رفت. حالا برای این بچه ها 2-3 تا بچه سرپرست همین مادره، این رفته برای استقبال بچهش که از چابهار از هر کجا بیاد، مامورا تیراندازی بکنن و بیچاره را تیر اصابت بکنین، بیچاره این زنه هم مرد. الان 3 تا 4 تا بچه نه پدر دارن نه مادر. این هم از نظر ما محکومه، برای ما فرقی نمیکنه. بیگناه بیگناهه، مأمور باشه بیگناه، از نظر ما کشتنش ناجایزه. عامه مردم هم بیگناه باشن کشتنش ناجایزه، جایز نیست. بیچاره حضرت رسول بخش گلوش خشک با 3 تا 4 تا یتیم چی کار بکنیم بدبخت؟ اینها رو که سرپرسته؟ بله الله هست، بله رب العالمینه، بزرگ کننده و پرورش دهنده اللهه، ولی پدر مادر سایه‌شون سر بچه باید باشه. متاسفانه اینها و بقیه حوادث دیگر، این سوخکشایی که بیچاره اینها رو تیر میکنن، اینا همه جرمه، والله جرمه. بیچاره برای لقمه در آوردن لقمه نان خودش رو به آب و آتش به جاده میزنه، تو تیرش میکنی کشته میشه، این خودش بمبه، همین ماشین بمبه، سوخت دیگه، یا بنزینه یا گازول هر چه که هست. شما میخوای جلوگیری از سوخت کشی بکنی، باید اسباب کار فراهم بکن در این منطقه، کارخانه‌ای بزن، اسباب کاری بسیاری از جوانان با مدرک‌های عالی بیکارن در منزل. مردم همینطور هست یا نه؟ خیلی جوانا پدر مادران میگه بچم رفته زحمت کشیده درس خوانده الان بیکاره. اونایی که هیچ تخصصی بعضی جاها ندارن چون رابطه داشته پارتی داشته سر کاره، بچه ما تخصص داره بیکاره. خب اینا برای جامعه سمه، اینا زهره. خب تو که مسئولی، تو که وظیفته، از نخبه ها کار بگیر. من هفته گذشته گفتم در میان همین جوانان ما کسایی هستن که باور بکن همچین استعدادهای خدا به اینها داده، اگر همین بحث بیبرقی و بیابی که الان دامن این کشور را گرفته به دست اینها کار را بدن، شاید با یک کارها اختراعاتی که میکنن، یک هنرنمایی که دارن، حداقل این رو کاهشش میدن، کمترش میکنن، در طول سالهای آینده اصلا جبرانش میکنن. ولی بدبختی اینه که کار به دست نابلده افتاده. بالاخره کسی جایی ارتباطی داره و کسی نمیدونم شناختی داره و کسی اسمی از اونجا هست، ولی مردم بیچاره، جوان بیچاره مخترع و مبتدع ما به اصطلاح چیز نیست، حاشیه، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا اسنپ کار میکنه، نمیدونم سوخت کشی میکنه، برو کنار این جاده نگاه بکن بنزین میفروشه. خب میبینه که بالاخره زندگی خرج داره، گرفتاری هست که نمیتونه دست روی دست بگذاره. به هر حال امیدوارم الله رب العزت و الجلال تمامی مشکلات منطقه من شما را حل بکنه، ناامنی را از منطقه من شما دور بکنه. هر نوع ناامنی از نظر ما محکومه، هر نوع ناامنی از هر جانب هر کسی باشه ما تاییدش نمی‌کنیم. چرا؟ عرض کردم ضررش اول منطقه ما میبره، منطقه ما دچار ضرر میشه، دچار مشکلاتی بسیار سنگینی میشه. حالا بیای مشکلات رو حل بکن، خودش چقدر زمان خواهد برد. برای بله کسی گفته برای مشکلاتم دعا بکنید الله عزوجل مشکلاتشو آسان بگردانه. بله گفته میخوام ازدواج کنم با مشکل برخورد کردم، اونم
الله تعالی مشکلات ازدواج این جوان رو هم الله تعالی مرتفع بکنه. از ازدواج هم برای شما بگم که دیشب رفته بودم یک مراسمی، واقعا خوشحال شدم. کار خوب رو انسان باید تبلیغ بکنه، همون جور که کار بد رو ما مذمت میکنیم، کار خوب رو هم بایستی تشویق بکنیم. در یک مراسم عروسی رفتیم، ولی من این رو نشان از فهم و درک والای این مرد که پدر دختر غالبا بود و اطرافیان و خانوادهش. وقتی من خواستم عقد رو جاری بکنم، خطبه را بخوانم، گفتم مهریه، با هم دیگه مشورت کردن، گفتن در میان ما قبلا 30 سکه بوده، حالا خود همین سکه بلایی شده، ولی خب گفت 30 سکه بوده. من میخواهم، قبلا هم میگفت با این طایفه هم درگیر شدم، گفتم چرا مهریه های سنگین میکنی، جوانان نمیتونن ازدواج کنن. گفت هر وقت به من گفتن هر وقت خود دختر داشتی ببینیم تو چی کار میکنی. بنده خدا میگفت که من گفتم باشه، من این وعده رو زمانی که دخترم شوهر بدم به شما نشان میدم. گفت فلانی من امشب مهریه دخترم رو نصف سیتا میکنم 15 سکه. 15 سکه بالاخره به نوعی برای مردم مقداری قابل تحمله دیگه. باور بکن یک موجی از خوشحالی در میان این جمعیت بزرگی که اونجا بود نشست، اصلا روح ما یک جان دوباره گرفت. 15 سکه. گفت مهریه دختر من 15 سکه. آفرین. گفتم درود بر همون مادری که شیر حلال به دهن تو داد. پستان اون مادر مؤمنه‌ای بوده قطعا که یک فرزندی رو چنین درک و درایت و فهم و شعوری میده. دنبال این نیست که 1400 و 500 نمیدونم فلان سکه بهار آزادی، تاریخ تولدش چقدر فلان مقدار، که چی بشه. یعنی کی به نیکی یاد میکنه. ولی عرض کردم یک کار خیری، گفتم انشالله در یک مجمع بزرگتری من از این کار تو به نیکی یاد میکنم و دعا بفرمایید الله عزوجل این جوان رو که اینجوری یک کار خیر رو بنا نهاده در زندگی دنیا و آخرتش کامیابش بکنه. و همه عزیزان ما، همه من و شما میتونیم مثل این عزیز باشیم، همه من و شما. رب العالمین اختیار رو به من و تو داده، از جماعت این خوبان بشیم یا خدای ناخواسته از انسانهایی که مشکل و دردسر درست میکنه. از این که حوصله افزایی کردید، حرفا رو شنیدید، من از همه شما تشکر میکنم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.